سلام دوستای من، اومدم با آموزش یک کیک متفاوت و خیلی خوشمزه که خودم عاشقشم. معمولا اسفنج کیکا بدون خام و گاناش خوشمزه نیستن، اما اسفنج این کیک خودش به تنهایی خوشمزه است. و یه چیز دیگه اونم اینه که کسایی که کاملا مبتدیانم میتونن این کیک رو درست بکنن. بریم که شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه کیک رو تو تصویر میبینید. مقادیر دقیق و نکات لازم رو هم تو دیسکریپشن براتون نوشتم. از سری ویسک استفاده کردم، سفیده و زرده به همراه پودر وانیل میریزم تو کاسه استن میکسرم. شما میتونید از عصاره وانیل هم استفاده کنید. شکر رو هم بهش اضافه میکنم و با سرعت پایین اجازه میدم اینا با هم یک مقدار مخلوط بشن. یک کوچولو که هم خوردن، یه دست شدن، سرعت دستگاهمو میبرم بالا. من تو آخرین درجه قرار دادم. بچه ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین، چون به رشد کانال خودتون کمک میکنه. من اینجا آب رو برداشتم که بذارم تو مایکروفر تا به جوش بیاد، تا نسکافمون داخلش حل بشه. این ور تصویرم میبینیم که ترکیب شکر و تخم مرغمون بافتش چقدر تغییر کرده. خب بریم تست کنیم که ببینیم به چه صورت شد. وقتی که انقدر پفی و کشدار شد، یه نوبت اینه که روغن و بقیه مواد رو بهش اضافه کنیم. سرعت دستگاهتون رو تنظیم کنین روی پایین ترین. میخوایم که خیلی آروم اینا مواد با هم مخلوط بشه. روغن که ریختیم، بعدش ترکیب آب و نسکافه. بچه‌ها من مواد خشکم رو قبلا 3 بار علک کردم و به موادم اضافه کردم. پودر کاکائو هم همینطور. پودر کاکائو 1 بار علک کافیه. یک کوچولو که هم خورد، فقط چکش کنید که مطمئن بشید گوله‌ای داخل مواد کیکتون باقی نمونده باشه. من تستش رو اینجا گرفتم و مواد آماده است برای داخل قالب ریختن. من اینجا از قالب 23 استفاده کردم. کفش رو با کره چرب کردم. از روغن جدا کننده هم میتونید استفاده بکنید. کفش رو انداختم. لطفاً دیواره های ظرفتون رو چرب نکنید. مواد کیک رو هم از فاصله کم به داخل ظرفتون میریزید. ظرفتون رو داخل سینی فر قرار بدید و به کمک یه سیخ چوبی یا خلال دندون حباباشو بگیرید. به ظرف ضربه نزنید، نکوبیدش به زمین برای حباب گیری. همین کار کافیه. میذارید داخل فر و از فر که در اومد، بعد از اینکه یک کوچولو دماش افتاد، به کمک یه چاقو کیک رو از دیواره های ظرفتون جدا کنید. لطفاً این کار با دقت انجام بدین که بدنه کیک آسیب نبینه. ببینید که برش میگردونیم خیلی راحت جدا میشه با این کار. خب حالا میریم گاناش شکلاتی جذابمون رو درست بکنیم.
برای درست کردنش باید شکلاتای تلخمون رو بریزیم داخل کف ظرف و حرارت زیرش رو متوسط قرار بدیم. شکلاتامون رو هم میزنیم تا زمانی که کاملا آب بشن. وقتی که شکلاتامون آب شدن بهش خامه و نسکافه رو اضافه میکنیم. سریع توی این مرحله هم بزنین. مواد باید خیلی به سرعت هم بخوره توی این مرحله. وقتی که یه دست شد موادتون رو بریزید توی یه ظرف و انتقالش بدید به داخل یخچال و 3 ساعت داخل یخچال بمونه. خب مواد پنیریمون، پنیر رو میریزیم توی ظرف دیگه. لطفاً پودر قند رو الک کنید. من اینجا یادم رفته، شما حتما الک کنید و به کمک لیسک یا قاشقی که دارید اینا رو کاملا هم بزنین تا به خورد هم برن و تمام گوله های پنیر باز بشن. در انتها گاناشی که تو یخچال گذاشته بودیم رو بهش اضافه میکنیم. یه کوچولو هم میزنیم مواد که یه کوچولو با هم ترکیب شدن، از بلندر استفاده میکنیم. بلندر کمک میکنه که این مواد کاملا سافت و یه دست و مخملی بشه. خب اسفنج کیکمون رو لایه رویش رو کاملا جدا میکنیم به کمک چاقو یا اره کیک بری. بچه با احتیاط این کار رو انجام بدین لطفاً. اسفنجمون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنین. اگه این کار رو دارین با اره کیک بری انجام میدین، حرکت رفت و برگشت دستتون رو زیاد کنین تا راحت تر کیک جدا بشه. این چقدر راحت برش خورد و صاف و یه دستم شد، به خاطر حرکت رفت و برگشتی دستم بود. اینجا لایه اول کیکمون رو برای سرهمبندی میذاریم روی زیر کیکی. برای مرطوب کردن اسفنج کیکمون من از شیر نسکافه استفاده کردم. نصف لیوان شیر به همراه یه قاشق چایخوری نسکافه با هم قاطی کنین. از شیر کاکائو هم میتونید استفاده کنید، شیر کاکائو خونگی. اسفنج کیکمون رو مرطوب میکنیم. فقط حواستون باشه که خیلی خیس نکنید سطح کیکتون رو، چون خود اسفنج کیکمون خیلی لطیفه بافتش و نیاز به خیس کردن زیاد نداره. خب گاناشمون رو از داخل یخچال آوردیم و تقریبا نصفش رو روی تمام سطحش رو با گاناشمون میپوشونیم. با حوصله این کار رو انجام بدید که مواد یه سطح روی کیک قرار بگیره، ناهمواری نداشته باشه. خیلی این کار راحته، دقیقا مطابق ویدیو اگه پیش برید مشکلی براتون پیش نمیاد. لایه دوم رو خیلی با دقت روی لایه اول قرار بدین تا کاملا صاف باشه. میبینید به چه صورت شد؟ خب حالا لایه دوم رو هم مرطوب میکنیم و ادامه گاناشمون رو اضافه میکنیم. کیک رو به داخل یخچال انتقال میدیم تا کاملا رویش سفت بشه. میریم برای درست کردن پرالین.
برای درست کردن شکرمون رو داخل ظرفمون میریزیم و تکون میدیم شکر کل سطح کف ظرفمون رو بپوشونه و حرارت زیرش رو متوسط قرار میدیم. اگه حرارت بالا باشه شکرتون موقع آب شدن امکان داره که بسوزه یا رنگش تیره تر بشه. لطفاً از قاشق استفاده نکنید توی این مرحله، بذارید شکر خودش به آرومی آب بشه. اگر خواستید که شکرها رو هم بزنید خود ظرفتون رو این ور اون ور کنید. به این صورت که در اومد آماده است. فندقامون از قبل داخل فر قرار گرفته و تست شده. درجه حرارتش رو براتون میذارم. حالا شکر ذوب شدهمون رو به همه جای روی این فندقامون میریزیم. خب گذاشتیم که سرد شدش و حالا از روی سیل پدم جدا میکنم و انتقالش میدم به ظرف بلندرم یا غذاساز که اینا رو خورد کنم. بچه من دوست داشتم که یک مقدار درشتر باشه، به خاطر همین زیاد نذاشتم که حالت شنی به خودش بگیره پرالینم. میبینید؟ به این صورت. کیکمون از داخل یخچال میاریم بیرون و تمام سطح روش رو با پرالین میپوشونیم. دور تا دورش و کل روش رو سعی کنید که با پرالین پوشش بدید. بچه اگه آموزش خاصی مد نظرتون بود بگید تا براتون آموزشش رو بذارم. این کیک خیلی راحته، حتما درست بکنید و نظراتتون رو به من بگید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.